نام و نسب نزد خوجا نظرزاده. نام و نسب عظیمزاده شادی مراد غنی. بخشش اکی مفتیش نام شادی مراده کلیچکش شادیچه. خاموش، از تو یگان کس گپ نپرسیده است. نام و نسب بیگمد و یارمد. من مفتیح جنگیزاده. تا حالا یگان جنایت از من پنهان نمانده است. کسی که به من دروغ گوید میدانید من به را چیکار میکنم؟ نه نمیدونم. چیکارش میکنی؟ چیکارش میکنی؟ این چی است؟ پریمیوت. نه گرنگی سنایپر. همین کافی است یا نه؟ ببینم که نه، پس من وی را درازتر میکنم. دیدی پوشکاشی. نه درازش نکه که مفتیش ما چلوک سلوه در شان شرفی ما دروغگویی به شرفی است. خب من سوال میدهم، شما جواب میدهید. به نوبت سخنانتان در اینجا ثبت میشوند. یگان گپی خطا نزنید، به ضرر خودتان میشود. این کس را میشناسید؟ نه میشناسمش. گلی نودا. نامی درست و پرهش چی است؟ نه من نمیدونم، همه گلیش میگفتن. فقط همین شادیچه گلیچینش میگفت. از کجا میشناسی او را؟ این گلی های دختر خوله توتینیسا. توتینیسا کی است؟ توتینیسا همسایه ماه. ما در 4 ایتاژ زندگی میکنیم، توتینیسا در 5 ایتاژ. این گلی دوم در هم خونه توتینیسا های. همونجا شناسیدم. قطعی نه که گلی نودام. رحمتی گلی. شما دعوا دارید که کارخانه و پلخایی که در بانک با نام گلی هستن از آن شما هستند. محترم مفتیش رحمتی را صورت کجا قبیدین؟ اگه مفتیش همی صاحب همی کارخانه و مثلا صورت صاحب بانکی و همه پول مال همش ایمان در نام ما بود. این همی شادیچه سلمت تا داد من بی عقل گفت که همی حجت ها قطعی بانک صورت صاحب همش در نام گلی کنیم کارمون آسان میشه. همش در نام گلی کردم. این من موندم هم خیلی. این سببش نه. این همی شاگرده. سبب چی بود که همه را به نام این کس کردی؟ ما هر روز در هر جا سفری کاری داشتم. مثلا برد میرفتم، میرم این طرف و طرف مثلا سیر کار بودم. بعد همین شوری گفت که بیا شف همین کارخانه رو بنام گلی کنی. گلی دختره که کارچالونه خود در سفری کارو را گلی پیش بردن میگیره. اینا به عقل کردیم کارخانه رو خطی پول مال و صورت رو بنام گلی کردیم. گلی رحمتی شد. این ما موندم تو چلیکم در پتک بینیم. اوتاش رفتم این مردم بیایم کارخانه را بنای ما بکنیم. کارخانه ایمای و شخصی ایمای گفت من یگان کار را بگردن نمیگیرم. ای جاهوی بخ این اکی مفتیش چای پیش دیم خیلی شاگرده بی عقلی بی سوادی نیو کاره اینجا به نمی روز زدیم رسیدیم. چی همه را عیبی ما میکنی؟ ما کجا بدونم که گلی میم برا؟ گپا بی آخر کن گپا بی 100% عیبی های. اگر لویم را با تکس نمیکردی امروز زنه گلی رحمتی نمیشی. کاش در همون جوانی با گپای پدرم گوش میدادم. پدرت چی میگفت؟ گوش نکردم که چی میگفت. گوش نکردم. خطا کردم که گوش نکردم. این کس را میشناسی؟ میشناسمش. رحمتی گلیه. چه خیلی با او شناس شدی؟ خدای نزد خوجا بیرفتم همونجا استوسته شناس شدی. چرا همه او را گلی میگفتند؟ تو باشی گلی چین؟
همو گلی خودش گفت که ما داروی گلیسینی تیم مرا گلیسین بگو. با او یگان مناسبت داشتی؟ نه. انیق؟ اگر با او مناسبت نداشته باشی پس این چی هست؟ مناسبت نه. خیلی کم کم خبرش میگرفتیم. آدم و آدمگری گفتن. خیلی همکارمون بود. رفیق مفتش ممکنه یک گپ بگم؟ بگو. همین شعر میگه که بنی آدم از یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن. آخه تو بگم خدا همین دکسه کجاش یک گوهرن. هفته خانه که شروع شرمی همین کجاش گوهرن. چهره مهم نیست. اخلاق مهم است. کی گفت چهره مهم نیست؟ هم چهره مهم است هم اخلاق. چهره مهم نیست، چهره مهم نیست. با چهره که مهم نبود کجا بردی لوای گلی را بوتکس کردی؟ مفتش این یک گوهر گربی همین کجاش گوهره. بس که نیست. پس لبهای گلی را تو کلام کردی؟ نه من نکردم. او گفت که 5000 بوده. گفتم چیکار میکنی؟ گفت که من میرم جمع چسبونم. لوام غاوس میکنم یعنی بوتکس میکنم. مو سر ما خطی نخونم شوگرگ میکنم. خیلی نیش گفتم نتونستیم دادیمش. نه که من قطیش نرفته بودم. خودش تو خراب. پس به خاطر چی به باید 5000 دادی؟ به خاطر همکاری، به خاطر نزد خوجا، به خاطر همسایه نزد خوجا. خیلی نیش گفتم نتونستیم. با گفتیم که خیلی 5000 میتیم یک کار به گردن میگیری. خیلی مایلی خیلی حجتهای کارخانه رو بندومش کردیم. خیلی با کم کم گفتیم معاشت میتیم. خیلی راضی شید. ما اگه کردیه نکردیم. 5000 گلی داد 25000 مرا ضرر رسون. یه وقت حکم مرا ضرر میرسونه و جای فایده. خیر. لو شکی کل کردن کرخش داگی به دهانش خوی بود نه هیچ خودش هیچ نمیکرد. دهانش خوی بود دوی و می سر توی گرا. ای دهانش هو میرفت. بعد هم دو روزی لوش بوتکس کردن رحمتی را خوش میبره دانش خوش هیچ نمیکنه کو تو دیمی تجاوز توپ کرد او رفت هم خونه پری اوشتن بعد در تاجیلا سانتیک دعوت کردیم با ناسوس هم اوور گرفت کشید خالی کرد رحمتی که بعد بیدار شد خوجا جزیل ای پس مرده غیبت نکنین ای بای با گذشته صلوات با گذشته صلوات از سخنان شما فهمیدم که تو با توتینیسا تو باشی با گلی مناسبت عاشقی داشته اید. عاشقانه نیمه خیلی دوستانه داشتیم. با تو چی مناسبت داشت؟ یگان مناسبت نداشت. همه خوجا جزیر بچه استاد مای در کارخانهش یک جایی بودیم که یکی زنگ زدن جنازه گفتن جنازه ثواب گفتن منم قدشون برفتم. من فرق ندارد که شما با وی چی مناسبت داشتید. من باید معین کنم که تابوت او را کی کفاند. خوش روزی وفات گلی شما در کجا بودید؟ اکه مفتش در جای کار بودم که یکی توتینیسو زنگ زد گفت که گلی بندگی کرد. روزی که دیگه من سراسما در رفتم من یک آبوزی کردم لباسم پوشیدم فرو آمدم که یکی شوری چه آمد یعنی به عقل آبوزی کردی رفتی شف وضعیت رو بیزی باید مرحمت بگیره چرخ گردون تو به عقلی تو عقل داری کلپنگی چی تو ولی هیچ معلوم نیست بیا بینیم که جنازه در دیر شید به عقل بعد راه دبر آمدیم ما پیش و پیش آمده خفا یگان گپ را نریزوندن نچکانده همش را نقل کن. تمام اکم فتیش چیزی باشه من میگم من راستشو میگم. در همین حالت یکی اکم فتیش توتینیسون زنگ زد گفت که گلیره به خونه اوتاش میبرن ده به ده را بین بعد شدی رفتیم که خیلی باشه زپرافکا میکنیم بعد میبینیم که رای ده دوره
ای پیش 3 заправка گذاشتم یکم فتیش گفتم آبا چه شدی بدون заправка کنیم شدی میگه که ما ای هر یک заправка نمیکنم دلم با ماشین میسوزه این заправка با باوری را نیست بعدم خیلی رفتیم یک заправка اکو اویل заправка زمونه ویده ما دور اومدیم اکی اورمد قفمون اومد اما خیلی نیست شدی چه؟ شوخش بگی که جنازه دا دیر نکنی حاجی نباشید برای پول باگ заправка کن نباشید سلام علیکم چی خیلی چه خوبی کلا ششه اشهدی کمدی ای اکا به زبره دینه چی هم خیلی اتاقمه سلام علیکم دهم کلانکا 92 پولی بخشید ای برچکا مرا بردار اینا گوش کاکا دهم کلانکا 95 پولی باگ سمشتی برچکا давай برچکا یا 4 ساعت راه اینک خیلی دروازه رفتن در رفتن میریم در بعد دوم میکنیم میگردیم میبینیم که ما کرونا بسیار ایروز دیگه ای نصیب ها دوم میکنیم میگردیم نصیب کوپن اقدامی تلوی را میتی؟ بله اکا جان رقم های تلفن و رقم های ماشینتون چند است؟ ایما دو ماشینه دیوم شبینی باز میرم و هم سرم ویرانه به خدایی کاری باری ما چی میشیده باشم خیلی تقدیر در چیزی باشه پیشونی در چیزی نوشتگی باشه اوجا جزیر جان همون را میبینیم شدی چه؟ حالا من چیکار میکنی اینجا؟ گفتم اما پیستالیت ها موندگی موندگی هن این طرف شما میبینیم مثلا زپرفکر ابی بعد دور میریم 4 ساعت رای حالم نرفته ای بچه شدی چه؟ یک سیگاری قلیش در جگر کش بگیر بیا که سرم ویرانه نظیر خوجا سیگاریت نکش سلامتی ده سخت ضرر دارم خیلی پدرتون 5 سالگی را سیگارت کشه خیلی ضرر دارم میده و خمتون 5 برم شدروان پدرتونه اوه خدا را شکر خیر او تو 95 برم یکی سیگاریت کشید در زپرفکه جوش ده ضررت میکنه تو 95 نمیره ما خب بسیار نمیکشم در یک روز یک دو تا میکشم که اربا یک دو دونه یک دو پچکا کجا جزیر نه بخیر یگون بر پرواز کدگی با سمالیو نه به سمالیوت به پاراشوت به یگون چی نه ما بطر سوپرمنیم که هر جا پرواز میکنم ای جان پرواز کدن ندو فوره در زپرفکه سیگاریت بکش خدا نشانت ای زپرفکه باور که همین خیلی خشو ساختنش که فکر میکنی که در پیش کدام رستورانی باور که هیچ تصور نکردم که همینجا زپرفکه میخوای صوبی الکتریکار شه یا 100 توفای ارزنده پس خوش رو گوش کن آمده از نقطه سوژواری اکول 25 لیتر سوژواری خریدار میکنی و تو اشتراکچی اقدامی طلایی میشی هر یک دو ماه پس ما یک ماشین الکتریکار میتیم و 100 توفای ارزنده باز میرم از خود مشتریان ما میپرسیم که از اقدام ما خبر دارن یا نه مرامت اکا 2 ماشین 5 لیتری 100 لیتر 4 کوپن سلامت باشید سلام علیکم مشتریان عزیز سلام علیکم سلام علیکم خوش آمدین به نقطه سوژواری اکو اویل زنده باشید با شما یک سوال مرامت شما خبر دارین از اقدام طلایی از شرکت اکو اویل بله خبر ندارم چیه تو خبر نداری نه ندارم خبر ندارم از نقطه های سودشواری اکو اویل اگر 25 لیتر سودشواری خریداری کنی صاحب یک کوپن میشوی اگر 50 لیتر سودشواری خریداری کنی صاحب 2 کوپن میشوی اگر 75 لیتر خریداری کنی صاحب 3 کوپن میشوی فهمو هر یک 25 لیتر سوژواری خریدن یک تا کوپن
کوپن توفه میتنه. بله بله بله. بهترین. هر دو ماه به زمین، هر دو ماه پس در مرکز سوزشباری اکوئل بازی می شود. اگر رود کوپن تو بور کند، دیدی صاحب همون افتا-ماشین الکترومبیل میگردی. به غرض این با 100 توفای دیگه ارزنده شما را انتظار است. بغیر اتومبیل الکترومبیل با 100 توفه ارزنده. بله بله. بعد ما کوپن میدین اکا. بله بله. اگر شما 25 لیتر سوژواری خریداری کنید. مردک ما پولی بغز پرفکا کردگیم. شفیور ما موجای. شفیور تا همجا باشه گرفتگی است. ای رحمت. زنده باشه. تمام شف رفتیم درشی شده چه؟ ربای کوپنای مرا بیار. کوپنی چی؟ فتا بدیوانگی نداز. آزی کوپن رو دادن، کوپنای مرا بیار. چجورشون بفهمیدین؟ این همو کوپنای گفتگی. ما همو کارو شده چه؟ های با نمیدونی پانوی کار میکنی. من فرقش نیست. هر کس های نصیبش میبینه. همین نصیبت کنه همین ماشین نصیبت کنه. نیک همین تو نصیب دا میکنه. دادا جان درس میتین آخر. راستیگه بچه‌م نالی چی ندارم دکسم در کارتم از برام میخرم تا. اکا جان یک دقیقه. شدی چه؟ جیان در سوم بته او بخره. نه اکا در کار نیست. اکا خفا میشم. اکا خفا میشم. جیان در سوم بته. اکا در کار نبود راست. یگان پرابلم نیست. روز جان در سوم بته. او میخواد برای او میخواد. مردنش یک 200 سومش بته. دست با دادن. اکا باز بود. اکا بود. 200 سوم. اکاش مادر رحمت. بچه جان رفت در ماشینشین از آخر بمون. الان نقطه سوژواری اکوئل رنگ رستوران ساختگی بس چاق شد. شف یک او میگیریم یا تیز بکیرای دور بریم. اینجا در رستوران همو داره. رفت نشون تا میتیم. همینجا. همه چی هست در اینجا. اکا همو در اینجا رستوران پیش داره. مویکای پیش هست. در اینجا برای ماشینای الکترومبیل زردمونی هست. بله. ایوازی روغن همه چی برای ماشین هست. پیدا کردن میتونید در اینجا در نقطه سوژواری اکوئل. ما فکر میکنم یکی از بهترین نقطه سوژواری اکوئل در تاجیکستان از ما هست. یکی بهترینه و از همه بهترین هم اکوئل باور که رحمت همه وقت ما شما را شدیم در اینجا دیدن اکا ما هم خیلی سفر کردیم دولت خارجه هم خیلی نقطه سوژواری یکم بریم ببینیم بسیار جایزه. اکا جان یک اشکمک گشنه باشه کن این رستوران ما میدوره اشکمک تا سیر میکنی یک ماشینک چرکی میشه این اینجا میدوره ماشینک تا میشه شما اکا جان در اینجا ماشین تا میشه یک بار کو یک مو میگردی یک بار عبید میکنی یک مودیه شما سر میگرده و اوبور عبید بعد یا اوبی قیمت گیرم 200 تومن رفتی؟ چی با؟ 200 تومن نو دادم گفتی تیز؟ بحث ماشه بگی بحث ماشه اخیره 200 تومن همه تون دادا 200 تومن رفتی؟ اکا نام چیه؟ نام نظر خوجا. جزیر خوجا؟ نه نظر خوجا. نظر خوجا بخشک. این اینجا کاسای ما کافه ما در همه نقطه ما 10 سومون است. این کافه 10 سوم. 10 سوم همه نمودش. بیا مغازین دور اکا جان. شدی؟ به عقل تو چیکار کردیست های؟ همین دیگه 210 سوم دادم گفته همین 100 سوم میگشتم 310 سوم شوه نیو دوبنی نشوه بسیار بچه خوبه ها؟ خب اینا زنده باشی رفته زنده باشی بسیار جایزه باکا بله بعدم خیلی میده رفتیم ساعت 10 شب در خانه گلی رسیدیم رحمت گلی رسیدیم بعد
بعدم خیلی رفتیم گفتن که جنازه اکه مفتش پگه میشوه. بعد ما را بردن در خونه گمسایه اکه قربون همونجا ما را جو کردن اکه قربون دن. بعد سیگه همونجا باشتیم گوشون چک کردیم تخم بریون کردن خوردیم در جامو غلیدیم موندش دادیم. خوش بعد اکه مفتش اکه قربون قطعی زنش گپوش گرفت بعد اومد هم خونه ما خوب کرد لباری ما. نامش قربان بود یا قربون؟ در پاسپورتم قربان علی نوشتگی های. یکی مردم من قربون میگن. قربون ها؟ دره قربون. اکه قربون دو تره اکه قربون چند ساله ای؟ 73 یاش به توی باقیاش این نمی اوتای شدی نمیده 53 چند ساله 90 ساله وریای پیر میتوه این نمی خیچم شاگرد من اگر که یاشای 53 سالش میگن های مرده که دایم بری همیشگی نه او پیری بادم نمیتوه میگم ای کجا اومدگین شما؟ ای شهر شهر اومدیم آدم شهری معلوم های صغیرها سالید نخواه میکنی شما تایشیم و کستوم تونا سالید نخواه بخشش اکل شدی چه برای موشین گلستک ما بیاد چکو میکنی؟ گلستک ما میبانده باید خواه میرم بیا گمش که یک شو بگاس و خواه رفتی هیچی گب نداره که گوری خاطر شما که قربون اگر نکی بگلستک خواه میرم اکه قربون خونتون کلاپی داره؟ اوه میگه گزیدن اوه کجا دا گزیدن؟ پوچوما ولی سوسا بولون میاد اکه قربون داروشو نشپیدیم که گم شوند نوشگیشون داروشو شپیدیم من بخواه داروش زدیم که هیچ نیستشو نکرد بعد دارو که نمورده باشند بیزی بایی بوار که او را هم نکپیم میجه خیم بکشی تمام او با دارو نمیم برا نکی برای همین نیست کردن کلپی در راه هست در راهی بین المللی چه خیر؟ داروی اولش همیه که 500 گرم بنزین 90 زپرفکه اکویل میگیری قطعی 500 گرم بنزین 95 همین زپرفکه هرارش میکنی همین کلپی های بسیار در همین خونه در کجان کلپی ها بسیارش در دیوان های اولادن قطعی بابا کلان و میمی ماما کلانشون در همون جهان انا بعضی شکرچی هاشون این همین بلوی تخت ها و درونی تخت ها و این همین جا در چقاناش گشته ایستن اولادن نکی در اولادن بگوی همش در همون دیوان های بعد همین 500 یک لیتر میشه که همینا میگیری در همون جای تخته داره که کریشه و دیوان در جا که تخته باشه میریزی بعد جورا زجیگل داری برای در دادن همین زجیگل میگیری جورا همین جورا در میتی همش میسوزن خاکستر میشون نیست و نابود میشون اینم یک جورا روی اولش همیه آخی او زپرفکه که خودت میگوی کو اکا آلین او داری قشلاقی ما نیسته بعد او دوره داری قشلاقی ما با ستیل بنزین میفروشن همین جا بگیریم هم بنزین ها نمیشون این بنزین ها عموما نمیشون این بنزین ها را میرزی نیم کلاسوز میشون نیم کل 500 یک لیتر بنزین اکل جابی تونی جا میتا او نیم کلاسوز میشون بعد نیم کلاس جون میشون بعد زندش بسیار میبونه بعد یکی میبینی که شو بچگس میان جورا قارشون میکنه و کلاپی بعد میگذاند به حد بعد سخت میگذاند بعد وضعیت بنزین میشون فقط اکویل اینجا رولا بازی میکنه که او زپرف کرده با کجا میویم به تشویش باش من میرم عید شنبه یک کنیستر روی میکنم بچه کم گپ زنین پگه جنازه خوب کردن در کور پگه بر وقت خستن در کورای میمونی خوب کنیم او راه دیمش چی خیلی هست؟ راه دیمش هم خیلی که گفتی که همه اویلوی در دوری دیوانه نه؟ این خیلی که باشه الان دیوانه میگیری میبراری بیرون در همین افتاو میمونی او تخته پخته در کجا که باشن کو همش میان پیش همین اولاداشون همشون در دیوان جمع میشون 10-12 ساعت در افتاو میمونی اون دیوان میسته همشون یک جا میبرن
همون راه یکمش بهتره الانشان سر دادن در کاری بیناموس ها را خاکستر میشوند اکه قربون او چی در خانه تعلو میزنی او ایو دامو دیوان بیرون بروری اصلا نمیغلطه ای فایده نداره چی با؟ قریب 10 بار برآوردیم ده همو افتاب موندیمش ای هم 10 دقیقه نگذشت که همو کلپیا دیوانه میبردارن خانه میدرارن با خونه شان بسوزن کلپیا بقوت دستن بگم امی شما به همین گلی رحمتی را چی میشه؟ این گلی رحمتی همکارمان بود انسانی خوب بود همین خدا رحمتی گلی ای همیش قشلاق رفت لواش غوص کرد در دخترخانه با تکس میگن هزار احمد لواش غوص کرد اومد همین قشلاق در یگون کس معقول نشید مردم قبولش نکرد پدرش هر چی گفتن در هر جا فهمیدی؟ بعد اومد خانه دخترش گفت که گلی گپا گوش که یا میرای لوات میده میکنی یا نیست عقد میکنه انا همین دختر جورا ای همین جا خیز بلنیسه رفت گفت که لوای مرا میده کنیم دخترو را گفت انا دخترو جورا روزی شیدن انا همون اپاراتی که دهانت میونی که نارکوس نام داره این لواش همه خیلی غوصه کاغی بود که همون اپارات دهانی بالای بنیش خشرو نشیشته است ای ده طرف هوا در اومده است فهمیدی؟ انا همین نارکوس به هوا علارش کردن بیچاره مرد همونجا خدا رحمتش کنه دختری خوب بوده همین آخرون وقت خدا رحمتی پولدار شدگی بود می آورد همین قدی کوچه یکی مرا میدید 500 سوم 600 سوم در کیسم پیش میکرد برده همون پوله من از نچ شما را میدوده هم پوله من همه دو دستگم دستی همون دابد پوله من ترا دوده خیلی من اگه میدونم پولی تا ولی بعد جنازه ما میبینیم راست تو طبق یکی دعوتت میکنم وضعیت بیزه بای نظر خوجا چرخ گردون بیارم ببره گم شمیجه تا به عقل چیزه ولی هیچیش معلوم نیست دیونم قدی چرخ گردوند روسی که اکه قربانی اتیسه بگمود همه تمام تکنیکا و تمامی همه کارخانه و تمامی دو دست که هم پول مولم همش بنامی همه گلی داکومنتال نی حجتی بنامی گلی کدامش اینا گلی رحمتی شید همه پدرش خیلی انسان باشه با میره بنامی خدم کدام میتا یا که خیلی انسانه که خودت نمیدونی یک آدمی پدر ناله خیلی بعد جنازه برین هم پدرش قطعه صحبت کنین اخی یکی پدرش روزی میشوه خیلی هم شیری آدم خورده یک اخی یک قدر گلی آدمی باوری نکتون بود است که همه چیزتونه بنامی همو کرده با ما خانه بنامی همی شودیچه در نزدیک بود همی آدم مرا گرفت و گوارید کرد همی شودیچه به عقلی گلی چی نشید شدی؟ زایندارم زایندارش چیه؟ زایندار مثل نوچه رادوی مادرش میگوی زنی پدر که رادو نیست مویندارش میگوی خیلی گلی زنی اساسیم که نبود زایندارش میگوی فهمیدم زنی بجویی همین شما زنی قانونی داره؟ من ندارم شدی داره بچه گمش که چند ساله ای که زن نداری؟ 43 ساله هم حضیر تو تونیسای دختری خوله گلی را میشناسی؟ همو تو تونیسای چنبلقه؟ دختری بدله؟ کوچه بولو؟ همو دختری خوله گلی دختری که بدل همو زایندار میشه ای گمش که همین زاینداره یا زنی قانونی بگی و این سند او سند نزدیک اومدگی های مرده آخه نمی گجوی که میرم خوشگلی تخت میکنم درشونه اگر از اوگ نگاه میکنم که دمافون دارن کن نگاه میکنم و کی تا میگم منم نه گپ میزنن نه درم هوی میکنن
بچه هم آدم باید که تلویزیونی باشه وقتی که در تق تق میکنی او میگن کی تو چی میگوی؟ میگم منم انا برای همین درت نمیکشایم فهمیدی؟ چرا پرابلما در این همین زبان تای تو باید وقتی که در تق تق میکنی کو میپرسن تو کیی که گفتم بگو کی من هستم انا با درت میکشایم دختر داشته باشه دخترش میتن منم نگو میگم که در تق تق کنم که یکی او جواب که کی تو بعد ما بگم که من هستم یکی در هوی کنه که بینه که منم نیودابلی نمیشه انا ایشا نمیدونم نکی زن بگی زن برکت داره اینا ما که زن نداشتم هیچی نداشتم زن که گرفتم حاضر همه چیز دارم 100 بار شکری خدا اگه قربون گفتی زن نداشتم هیچی نداشتم حاضر زن گرفتی میگوی همه چی دارم چی داری؟ اینا دولینی دارم کسل قند دارم در گرده هم سنگ دارم در جیگرم کرم دارم اینا کلپی دارم فقط یک چیز ندارم چی نداری؟ چی نداری؟ آسوده خلاص که وقتی فتیش سهر شد یا سه تخمیگه زدیم شدی چورتا زد همین خیلی خوردیم زفتره کردیم بعد گلی را برداشتیم رحمتی را بعد گلی را برداشتیم ما پیش دویدیم خطی شدیم یه حرمت قفاده بود همین 500 متر حرکت کردیم که همین اولاد یک گرمباز شد گلی کافید دیگه یک حالت یک جایی بود داخل دیدیم گوشمو بنگاز کردم بی اقلام هم برم دباد انا جای اساسی من 90% مردم دیه را پرسیدم همشون یک گپ را گفتند 10%شون از شما شبه دارند که شما مردمی بیگانه اید و شما ترکانده اید اگر فتش ما بیاخلیم که بمباره در تابوت بمونیم و ما خود موبایل پیش میقپیم بله راست میگویی این بی منطق است دوامش را نقل کن همین حالا دست کاری آمده که مفتش آدمایی که مسجد کم کم وزن میدن بردن جابجا کردن خیلی که جراحت‌های سبک داشته انا ایتر طرف گرد جمع کردیم بردیم بخصوص خاک سپاریده میشه بعد این آمدیم مکه والله ترکیش همین خیلی سخته بود که رحمتی گلی را یک گوشه 2 کیلومتر اوس یافتن و من ریشه کار رو بگو ترکیش با کدام سبب رخ داد راست شو بگو البته چی باز دروغ گفتنی نه راست شو میگم همش های بیامی کمپیوتر محله شد که مفتش چی خیل اخه مفتش اصلی واقعا خیلی شد سحر خطی کمپیوتر گرد همه گلیده گریه و نولا بعد بعضی مهمونا میان میگن که ما ندیدیم همین گلیده روش یک بار ببینیم آخرام بار وقتی که کمپیوتر روی گلی شده میکنن روی گلی با تکس که گرفته است لواش کلان روش دیده نمیشه بعد همینجا کمپیوتر مصلحت میکنه کمپیوتر مصلحت میکنن میگن که بخواه به یک دوکه گرد جمع میکنن ایتو لوش میارن میبندن کم کم روشه دیده شید مثلا دیدم روشه بعد وقتی برداشتن فراموش میکنن که امو دوکه بستگی ایلواش شده کنن وقتی که خیمو میگیریم میبریم گلی را راه که بعد همین اولاد وقتی که جنبیده میریم با دهو گرمی روز همو ریاکسیون میته همو خیمی که در لواش موندگی های هر روز دکترها میگن که بسیار خطر داره وقتی که حرکت کردن همو لوا خیمی میته ریاکسیون میته همین اولاد که دکتر وزیر سخت میشه این که یارش شاید مرده شاید زنده ترکیش میشه هم اولاد این همی اصلی واقعی نمیاد اکسپریز هم اومد همو را دیدن محصولات همه را جا دیدن که تصدیق کردن که همو در لوایی که خیمی که در لوای گلی بود همو ریاکت داد ترکیش ایسه به همین بوت تکسی لوی گلی بود گفتن که قطعا همین چیز ممکن نیست ضررش 100% با کسل آنکولوژیا با کسل پوست خلاص که هر یک نمود کسل دا گرفتار میکنن همین لوی طبیعی که خداوند داده بهترینه الان خیلی گفت اکسپرتیزا و آمادمو بله قریب همه چنین میگویند
پس شما هم به همین نظرید؟ بله همین نظر نظرزاده هم به همین نظر است لیکن اکه یار و یکی شما چشم را گپ میزنم اکه مفتش نه که راه همین بوتکس گرفتن در کار که به حد خطری بزرگ داره دیر شد این را لکه پیش راهش را گرفتن نمیشه اکه مفتش مقصد من همیه که همین را طبیعش استفاده ببرن پیش را خیمیکات بگیرن خیمیکات را طبیعش خیر است نمی هر روز همین 3 زنبور اصل میگیری در لواد میمونی میگذد همین با تکسی طبیعی میشوه به حد فایده داره با سلامتی طبیعی؟ با این پیشنهاد زنبوری اصل از بین میرود زنبوری اصل که از بین رفت چی از بین میرود؟ اصل از بین میرود اکه مفتش اکه یارمد طبی سعودی نیکمی اکه اینشتین میگه که همین زنبوری اصل اگه ای بین بروه حیات ای بین میروه خب از همه مهمش چی از بین میرود؟ تورت میداوی بگم بی سعوده باور نمیکنه رحمت در پدرت یافتی چی نام داشتی؟ شادیچه شادیچه جان در گوشوات چی هست؟ قبرغه گلی چی خیل؟ اکه مفتش امین دو قبرغه پویانشا جروی کتا گرفتن برای میون بوری شیدن مدعی کو بعد همین قبرغه دیگه همین دیفرمت سه چه هم خیلی شیده بیجا شد با وقتی همون ترکیز کفید کو یک قبرغهش پرید آمد همین گوش مد رو اومد ای صبر اومد این خیلی گشتیم هم خیلی بعد این ها رو نگیستی؟ دکترها گفتن که اگر یه را بگیریم هم کر میشه هم هات یعنی دیوانه دیوانه نیه که مفتش هات ستادیش بلندتره 7 دیوانه بعد یک هات میشه 7تاش دیوانه خالی میبرد میگرفتمش گفتن که هات میشه خیلی دیگه گفتم اونش بیسته ایگلی نپهمید این میخواد در روی تو چیکار میکنند؟ یا میخنیستن اکه مفتش یا می جای سنی گلی هن وقتی هم وظیف میشه میپره در روی من میزنه اینه اکه شدی در قبرغش میزنه خلاصی هم خیلی شید نکندی اونها را؟ در رو رفته پیش دکتر گفتن که این وظیفه مونش پیش میجه چسبونو برا آمدم پیش میجه چسبونو 200 تومان مگرفتن گفتن که 6 ماه پس خودشون میغلطن خودت چی نام داشتی؟ یارمد بگمده خودت او قدر ضرر ندیدی؟ من دورتر بودم اکه مفتش فقط هم یک دندون رحمتی گلی اومد درم بالای سرم در آمد باشه بعد این رو نکندی؟ اکه مفتش پیش دکتری دندون رفتم دیدش گفتی دندون عقل شه اگر ایره بکنیم بی عقل میشه برای همین دیگه نکندمش اکه مفتش خب بعدی گسیل کردن گلی چیکار کردید؟ بعد روزی که دیگه فکر پریشان که مفتش اومد پیش پدر گلی واقعا را فهموندمش گفت که من یگان چیز نمیتونم باور که دیگه تلخم کفید بچه خیلی دیگه بایگریم کارخانه هم صورت حسابم همشون سری فرزن رفتم بعد چی شد؟ روزی بعد برون بعدی من شیشتیم زیق بدم بعد شد جا گفت که بیارمش گفتم بیارش مرحمت شیف چرخی گردون همین کار رو قطعی گلیت خیلی جازیر کردیم سر مخوردی قطعی گلیت بگی خیلی پایانش کرد ای پرا بود
برای چی موی سرت را پایان کردی؟ آخه میسرم بالا پریچوسکای بوهیم بود کم بغل کشیدم فرو آوردمش. فهمه. آخرین سوال نام چی بود؟ خوجا جزیر. ناظر خوجا. ناظر خوجا. فرض کردین که در راه رفته ایستاده که بناگاه 17 میلیون سامانی میابی. انیقترش 17,300,000 سامانی. تو چیکار میکردی؟ خدمت میکشم. خیلی خودت را میکشتی؟ نه خیلی خدمت نمیکشم. او میگم که کم مفتش خنده نمردای. نکی نمردای کو. من برای می خدمت خیلی میکشم. این قسم را نمیتی ناظر خوجا؟ برگم شمیجان خدمت یک دنیا پرابلم دارم. شادیشه اگر تو همین قدر پول رو یابی چیکار میکردی؟ چی؟ 1 میلیونش خیر میکردم. آفرین انسان خیر خواه بوده ای خداوند به تو داد. این زبان خطی گلی است. پیش از وفاتش به دختر خود داده است. گفته است که اگر به من یگان چی شد این را به شادی مراد بدهید. کامیرهای بیمارخانه را دیدیم در حقیقت خودی او نوشته است. زبان خط را میخوانم گوش کنید. من گلی نگار ارگزاده زبان خط میدهم که در صورت وفات کردنم تمام داراییم را به عظیم زاده شادمراد غنی میبخشم. 17,300,000 سامانی در صورت حسابم دارم. همچنین 2 کارخانه استحصالی. اینجاش را با انگلیسی نوشته است من نمیفهمم. در نامت بر پروردگار امروز چی خبر خوشی بود که همین خبر به ما را رسید. شدی چه در رود بمرو اکم فتیش در نام جانم خرسان شدم. شدی چه همین تو میگفتی که گلی شعری نرای من هیچ باور نمیکردم. من همین نفهمیدم که در حقیقت خدارمتی شعری نرمد. اکم فتیش همین خبر خواندی موی تنم خیز یارمان دیگو که موی تنم خیز اکم فتیش یه تا بزرگی جانم من خوب شدید اگه بدم امروز دست در خاکی پاد بمونم. شدی چه دیگه چی میفورم باور که روز فراموش نمیکنم. خوجا جزیر مبارک شما. رحمت اکای حرمت رحمت اکای حرمت ایشانی خوبی شدی چه خیلی خستان شدم. سومیشی جناشتگی خب پرسیش به آخر است. شادی این زبان خط را برده به کارخانه نتعرض ده. چیزی که در نام گلی هست به نام تو گذرانند. آنها خبر دارند. خب بعد خدتان تشکر. یه شدی چه همین خیلی خستان هستم که همین روزا هیچ وقت فراموش نمیکنم. باور که در نام پروردگار بمرم در جانم بزنی. شدی چه در جانم بزنی همین بی عقلی کردیم که دیگه دیم باره تکرار کردن در کار نیست. از راست میریم نتر روز تمام حجت را عبرت نه بنامی خودم میکنم. تو به عقل چی تو اخی یه چیز فکر کرد 100 بار فکر کرد بعد یک بار پیشنهاد کرد همین خودت پیشنهاد کردی نه که نکم خیلی فکرتا میگن که یک بار چه که 7 بار ببر. 100 زدن زدنگر 100 زدن سوزنگر یک زدن آهنگر. این میدونم گوش کن حکم کردم بخشش میپزم به خاطر که الان یانگای گله در پیشم مفتیش کم کم گپ پست بلند زدم. tam در جای ما باشی اگر قرارداد باشی قریلیون دلار داشته باشی قریلیون نمیدونی چنده قرارداد نمیدونی چند من نمیدونم نک میدونم که قرارداد رو هستن تام باشی در این حالت هم خیلی گپ میزنی نکم خیلی بی عقلی تناک دا برا چرا بیار چرخ گردن بیار ما چه پریچوسکا ما طرفی بالا کنم که خدمت نیودوب نیست کردم برا بیار اکای حرمت سلامت باشی گپ نیست من استاد شما را بسیار احترام میکنم انا ان شاء الله که با همکاری میکنیم اکای حرمت یگان خدمت زنگ بزن مسئله پول همه وقت در خدمتیم میگن که گر زندگی دیده به دیدار میرسد مشین اون طرف ده کی وقت چیزا که در تماس شک زنگ میزنیم ان شاء الله با در خدمت اکای حرمت جان زنده باشی گپ نیست الگه میزن دروغچی گپ نیست بچه استاد چی خدمت شید حتما مراجعت کن نمره رو میدونی میدونم اکای سلامت باشی بله رحمت مال اکای حرمت های تو چی شیشتای هولم نرفت های دیوانه ای من طرفتم که برای چرخ گردن بیار پریچوسکا ما بالا کنم
تو دیونه ای؟ چه خیلی گپ زنیه تو خودت کی؟ چه خیلی ما کیم؟ ما شفتم نظری خوجا دان تا چقاق بدنامی مرا بگی کاکوی نظری خوجا؟ حالا که خود چی دای کو طول قبرگاه گلی نکنده تاثیرت کده گای خود چی دای کو واسه میکنم در همی پتکوی بنید پرش میکنم خود جازی خوجا گپو تا خویده گپ زن که خودی شپلق شپید میکنم که با او تلزار میشه حیوان چی گپ زنی سخوتو میکنه بیرم دک گریجه بدم جازی خوجا ابله از همین روز اعتباران نه تو را میشنستم نه تو مرا فهمیدی؟ نه ما اعتقاد دارم نه تایما ای پسم نگو که اول تا بعد میکنم فهمیدی؟ شدی چه؟ شدی چه نگو عظیم زاده شدی مراد غنی فهمیدی؟